سلام و عرض ادب آقای مزرعه دار، حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ آقا ببخشید من بد موقع مزاحم شدم. من زنم گم شده. زنت کدوم بود؟ پشم بلوند رو کمر حنا، زنگوله طلا، 18 یا تر قدیم. صبح که بیدار شدیم حمومش هم رفت و میکاپش هم کرد و رفت بیرون، دیگه برنگشت. این بو خوشمزه کجا میاد؟ بذار یه چیزی برات توضیح بدم. خب جانم بگو. یادت زمانی که اومدی یه قرارداد بهت دادم امضا کردی راجع به زنجیره غذایی و آره یادمه، بند اولش نوشته بود غذا و مکان از شما، زاد و ولد از ما. بند دومش بند دومش هم نوشته بود با رسیدن به سن خاصی و وزن خاصی تبدیل میشیم به غذا برای شما. او گوه توش یعنی زن منو داری. نوش جان ما خودمون قسمت نشد بخوریم اونو. عذرخواهی میکنم. امری فرمایش ببین نگران نباش، فردا میفرستمت پیش زنت. نمیشه قرارداد فصل. اوه